دوستان عزیز، بخش دید نو برنامه هست و با جناب استاد ضیای ذهین، استاد کمتر و علوم تکنولوژیکی هستیم و قرار است امروز با یک موضوع بسیار عالی بپردازیم که همان موبایل هوشمند، افزار یا اعتیاد. این موضوع مهمی هست که با جناب ذهین میخوایم هم صحبت شما. آقای ذهین، سلام، صبحتان بخیر و بسیار زیاد خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر و صبح همه بیننده‌های عزیز بخیر باشه ان شاء الله. بله جناب استاد، یکی از واقعیت هایی که در جامعه امروزی یا در حال حاضر مطرح هست این هست هر زمان و هر جایی را که شخص جوان ریش سفیدی را میبینین مصروف موبایل خود هست و در مجالسی که باید با همدیگر شیشت و با همدیگر صحبت کرد و هدف از جمع شدن هم دید و وادید هست، باز هم میبینیم که اکثریت جوانان یا اکثریت مردم مصروف موبایل هوشمند خود هست. حالا میخوایم که این موبایل هوشمند را تعریف درست داشته باشیم. آیا یک افزار هست یا یک اعتیاد هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اینکه استفاده از موبایل در زندگی روزمره ما آمده یک تاریخچه داره. ما یک سلسله کارهای در زندگی داشتیم که مرحله به مرحله رو انجام میدادیم. مثلا اگر میخواستیم کارهای دفتری رو انجام بدیم یک ساحه مشخصی را از دفتر داشتیم. اگر میخواستیم در خانه با دوستا صحبت بکنیم یک سیستمی داشتیم. در طول تاریخ وقتی که بیم خط نوشته میکردیم، خط روان میکردیم، دوباره خط دریافت میکردیم. پس ارتباطات موبایل های هوشمند به خصوص به عصر اینترنت سریعتر ساخته رفت مرحله به مرحله و این قسم شد که ما به اندازه‌ای که تکنولوژی را دریافت کردیم یک مقدار از فرهنگ استفاده از او به دور ماندیم. خصوصا در کشور ما به شکل موضوعی که خود بیان کردی که در مجالس همه صحبت میکنن یک از مصروف موبایل خود است. اگر روی ازی بیاییم که آیا واقعا یک اعتیاد است، به اساس بسیار منابع تحقیقی که وقتی که میریم مطالعه میکنیم یا مثلا تحقیق میکنیم در سطح اعتیاد گفته نمیتونیم که است، چون یکی از مواردی که اعتیاد مثلا داره در خودش که وقتی که او را ترک میکنه یک مقدار آسیبای جسمی برتان میزنه و به شکل آسیبای روانی. دو اندازه نیست استفاده از موبایل های هوشمند که مثلا بگوییم که مکملی اعتیاد گفته میشه، اما یک سلسله پرخاشگری‌ها یا عملکردهای نامناسب را ایجاد میکنه. از اون نمونه مثلا اختلال در خواب است. مثلا شما قبل از اینکه استفاده بکنید عادت به این شده که در بسیار از موارد شما دیده میتونید که فرد مکمل همراه موبایل خود تا که نباشه پیشش استراحت کردن نمیتونه، که دوچار از این میشه که همون سیگنال هایی که موبایل دارم امکان صدمه زدن به مغز داره و جسم داره که دوچارش مشکلات ایجاد میکنه. اما در بحث از اینکه در کل بیم بگیم که اعتیاد هست، در مرحله اعتیاد به اساس تحقیقاتی که NIH میکنه، Institute of Health of America یا مثلا WHO، نمیتونیم گفته که مکمل اعتیاد باشه. جناب استاد، این عادت های اعتیادگونه‌ای که تکنولوژی برای ما ایجاد میکنه ممکن شما هم گفتین که باعث تغییر بعضی از عادت ها و رفتارهای ما شود یا ممکن بعضی از پرخاشگری ها را به وجود آورد. حالا روش درست چه هست؟ چگونه باید استفاده شد که تکنولوژی من حیث یک ابزار کمک کننده استفاده شد، نه اینکه بالای روح روان ما و همچنان بالای ارتباط ما تاثیرات منفی خود را به جا گذارد؟ ببینید، ما یک بحث داریم راجع به این بحث موبایل. قسمی هست که مثلا نظر به افراد فرق میکنه. شما مثلا موبایل اگر مش تشبیه بسازیمش به مواد مخدر، بگوییم که اعتیاد آور است، مثلا سرنجی که جور میشه به خاطر تطبیق دوا برای مریضا، اما سرنج مثلا یک معتاد استفاده میکنه به خاطر تزریق دوا برای خودش. پس موبایل بیشتر یک ابزار است، یک وسیله است. اپلیکیشن هایی که داخل موبایل استفاده میشن، نوعیتی که از اون موبایل استفاده میشه، این ممکن ما رو دچار ازی بسازه که مثلا اعتیاد آور باشه. مثلا افراد توسط زمین موبایل از اپلیکیشن های استفاده میکنن که او ممکن قمار باشه که قمار خودش یک اعتیاد است. پس به این شکل از اپلیکیشن های دیگه استفاده، یک فرد دیگه ممکن از یک اپلیکیشن کاری خود استفاده کنه، پس این نمیتونیم بگیم که اعتیاد است. اما به خاطر بیش استفاده در یک بحث تکنولوژی که وقتی میگیم که بیشتر استفاده میشه روزمره، به خاطر ازی بوده دقیقاً که ما بسیار از وسایل و موارد کاری ما رو آوردیم در داخل موبایل استفاده کرده میتونیم. امروز اگه یک متن نوشته کرده میتونیم، یک قلم کتابچه نمیگیریم، بیشتر از موبایل استفاده میکنیم. اما در موضوعی که ما چطور میتونیم این بحث کنترل داشته باشیم و بتونیم مثلا هر چیز به جایگاه خودش برگردانیم، قسمی هست که ما اگر دفتر میریم
یک امو وسیله رو استفاده میکنیم زمان بندی بکنیم. در دفتر کدام کارهایی که مربوط به موبایل میشه انجام بدیم، در غیر از صورت او را متوقف بسازیم و داخل خانه نبریمش. اگر در خانه مثلا یک بحث مشخصی داریم به تماس گرفتن و به صحبت کردن، او را در قالب موضوع نگاه داریم و به همین شکل برای اطفال کوشش بکنیم که بسیار از وسایل فیزیکی استفاده بکنن، یعنی مثلا از قلم و کتابچه استفاده کنن، بیشتر از آیپد و تبلت استفاده نکنن. اگر مثلا بازی هایی را دارن که به خاطر سرگرمیشان استفاده میشه، او برای طرف فیزیکی تر شدن که هم مثلا دوچار ازی شوند که مصروف شوند و ذهنشان تمرکز بیشتر پیدا بکنن و هم فعالیت های فیزیکی داشته فعالیت باشند. فیزیکی داشته باشند. در بسیار موارد مثلا طفلا میروند زیر آفتاب مثلا بازی میکنن که خود بودنشان زیر آفتاب یک نفع از ویتامین دی 3 میگیرن. پس به این شکل موارد مختلف وقتی که بسنجیم، خود وسیله ای را که برش موبایل میگیم یا موبایل های هوشمندی که امروز هستن، یک ابزاری هست که به خاطر کارها و فعالیت های مختلف ما ایجاد شده و ما بسیار از استفاده بیش از حدش به شکلی بوده که ما بسیار از کارهای روزمره ما را آوردیم داخل موبایل و توسط زوک انجام میدیم. این به خاطر استفاده بیش از حدش بوده. اما به خاطر اینکه بحث اعتیاد در بین بکشیم، گفتن نمیتونیم که یک نفر که بیش از موبایل استفاده میکنه اعتیاد آور است. نظر به ابزارهایی است که به چه شکل استفاده میکنه. جناب استاد، در رسانه های اجتماعی که در حال حاضر مطرح هست، بخش های ویدیوهای کوتاه تحت عنوان های ریلز و شارتس و یا بعضی از عنوان های دیگر اضافه شده است که این تنوع ویدیوهای کوتاه میتواند سطح دوپامین در وجود انسان یا در مغز انسان بیشتر بسازه و با ترشح زو ما در حالی که مصروف هستیم احساس راحتی و خوشی و سرگرمی میکنیم. سپس بعض اوقات باعث چالش های مغزی و افسردگی ها میشه. حالا چگونه استفاده کرد از این بخش ها و چگونه باید خود را نگهداری بکنیم تا رسانه های اجتماعی را هم مفید برای یکدیگر بسازیم؟ در قسمت استفاده از رسانه های اجتماعی، قسمت قبلا هم در راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم. ما باید یک حد اوسط بدرزی مد نظر بگیریم و دقیقا هدف خود از او مثلا مد نظر بگیریم. ما مثلا استفاده میکنیم به خاطر یک تماس گرفتن، در مو حد نگاه بکنیم. اگر به خاطر خواندن یک خبر استفاده میکنیم، مشخص هم خبر را که خواندیم دوباره برایم از اپی که مورد نظر ماست. یکی از مشکلاتی را که شبکه‌های اجتماعی ایجاد میکنن، به خصوص همین ریلز هایی را که گفتین یا ویدیوهای کوتاه که برش بگوییم، این است که تمرکز از بین میبرن. مثلا شما یک موضوع بسیار کلانه در یک ویدیوی بسیار 5 ثانیه یا 10 ثانیه 20 ثانیه‌ای میبینین و این دوچار میسازه که مغز یک تحلیل بسیار کلان شروع میکنه. مثلا راجع به یک کلمه بسیار خرد و بعد 2 ساعت 3 ساعت مورد تحلیل قرار بگیره و یکی از مشکلات اساسی تر که ایجاد میکنه این است که معلومات بسیار زیاد پشت داخل مغز میشه که شما اگر نیم ساعت را میروین طرف از اینکه از این ریلز ها استفاده میکنین یا مثلا معلومات های مختلف میبینین، مغز دچار یک خستگی میشه و در اکثر مواقع تا میبینین که تا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت دیگه شما نمیتونین کار دیگر انجام بدین و حس از زیرا به همیشه براتون رخ میده که برین استراحت بکنین. و یکی از مواردی که چند روز پیش هم به شکل عام نشر شده بود که ایلان ماسک مثلا در یک نظریه داد، گفت که بدترین اختراع بشر در طول تاریخ که مثلا بوده می ویدیوهای کوتاه بوده که بسیار تمرکز از بین میبره. یعنی کوشش بکنیم که در بدیل از این، اگر ما مثلا یک معلومات را میخوایم کسب بکنیم، راجع به موضوع بریم معلومات مکمل ترش بخونیم که دقیق تر بتونیم مثلا طرف از بریم. به این شکل اگر مثلا میخوایم که یک متن را بخونیم، کوشش بکنیم که از اینترنت استفاده نکنیم، کتاب راجع به موضوع بخونیم. و اگر حتی مثلا موضوع کتابش نداریم، اوراق از پرینت بگیریم به شکل پرینت بخونیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نور آبی خود کمی دیوایس هایی که اصلا خودش خسته کننده است به ذهن، دچار خستگی ایجاد میکنه به ذهن. و در این حال موارد دیگه که هست، ما اگر بتونیم مثلا فیزیکی بخونیم موارد و به شکل بریم طرف از اینکه استفاده کمتر بکنیم، مغز میتونه راجع به موضوع معلومات مکمله به شکل درستش در یک نظم درست دریافت کنه و تحلیل خوبتر انجام بده. بسیار سپاس جناب استاد که آمدین در برنامه، دعوت ما را پذیرفتین. در اخیر پیام شما برای هموطنان عزیز و کسانی که بیش از حد از موبایل ها و بعضی از اپلیکیشن های مشخص استفاده می کند؟ پیام من است برای عملزایی که شما فرهنگ استفاده یک مورد به خصوص یاد بگیرین و بهترین فرهنگ از نظر من است که تطبیق شومی است که ما هر چیز را به هدف مشخصش باید استفاده بکنیم و با اندازه که میتونیم استفاده بکنیم و بیش از حد نرویم که در هر چیز اغراق وقت میشه و دچار از این میشه که مثلا انسان هم تمرکز اصلی خود از دست میده و به دیگه طرف میره.
به این شکل قسمی که دین ما هم هست که میگه خیر امور اوسطها، ما هر چیز در یک امور اوسطش مد نظر بگیریم. بسیار عالی. یعنی نه بیش از حد پیش برویم و نه ای که پس بانیم از ابزار تکنولوژی در عصر سرعتی که وجود داره. استفاده بکنیم با یک شکل استفاده ابزاری در یک وقت مشخص و از او به بیرون بسیار خوب است که همراه فامیل وقت سپری بکنیم، همراه دوستا سپری کنیم، به کتابخانه سر بزنیم، کتاب بخونیم. این مواردی است که خیلی کمک کننده خواهد. بسیار سپاس، ممنونتان و ممنون از هموطنان عزیز هم که ما را تنها نگذاشتن، یاری رساندن، در تک تک لحظات برنامه با ما بودن و ما هم اظهار سپاس دارم از شما هموطنان عزیزی که همیشه همراه برنامه تان هستین و نظریات نیک خود را از طریق رسانه‌های اجتماعی برای ما میفرستید.